های، چطورید؟ خوبید؟ مرسی، خیلی ممنون. میدونم که خیلی زحمت کشیدید، سعی کردید که منو سورپرایز بکنید. از اینکه سعی کردید منو سورپرایز بکنید خیلی 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 ممنون هستم. خیلی ممنونم. I love you guys so much, every single one of you, especially my wife مدینه. واقعا دوستت دارم، عاشقتم، میمیرم برات. 27 سال دیگه که با هم ازدواج کردیم و 2 پسر گل داریم. جفتشون ماشاءالله موفق هستن و خیلی خیلی خوشحالم که همسری مثل تو، بچه های خوبی مثل هیراد، میلاد دارم. به خودم میبالم، تو پوست خودم نمی گنجم وقتی که میبینم بچه ها انقدر خوب هستن، انقدر مهربونن، انقدر موفق هستن. میدونم خیلی زحمت کشیدید امروز که بتونید منو سورپرایز بکنید. البته خب منم سعی میکنم که سورپرایز شما رو خراب نکنم. با توجه به اینکه میدونید کار من چی هستش، خب به هر چیز کوچولویی که ببینم شک میکنم، میام 2 تا به 4 تا میکنم، بعد 2 تا به 4 تا یه دفعه در میاد 7 تا. خودتون میدونید، حتما زبانتون خوبه، ریاضیتون خوبه. جای خیلی ها سبز هستش. منو فرستادن دنبال نخودسیا. تایسنه اینجاست. تایسن kiss daddy kiss kiss daddy. good boy. این تایسن الان من قرار شده که بیام تایسن رو ببرم برای واک. تایسن خیلی پسر خوبیه. ببخشید یه خورده گرمه. خلاصه نمیدونم حالا کیا میان، کیا نمیان، کیا هستن، کیا نیستن. اونایی که هستن که انشالله که بهشون خوش بگذره، اونایی هم که نیستن جاشون سبزه. انشالله توی مراسم دیگه در خدمتشون هستیم. بازم میگم مدینه I love you so much. I love you for everything. Hirad, I love you for everything. Milad, I love you everything. Bibi, ایوی دوست دختر میلاده که من بهش میگم بیبی. به مادر بزرگمون میگفتیم. البته اینم خیلی مهربونه. چند شب پیش کیک درست کرده بود، 2 شب پیش دیگه زحمت کشیده بود و وقتی که آدم 50 رو رد میکنه خود به خود یه مقداری مچورتر میشه. من هنوز حس نکردم که مچور شدم. شاید یه 50 سالی کم دارم. 50 سال دیگه فکر کنم دیگه مچور بشم. خواستم بگم که 50 سال از عمرم گذشته. خوشبختانه تو این 50 سال همیشه سعی کردم که بهترین رو برای خانوادم بخوام. همیشه سعی کردم که اونی که از دستم برمی‌اومده انجام بدم. شاید تو زندگی تصمیم‌های اشتباهی گرفتم از لحاظ کاری و
ولی همیشه به خودم سختی دادم که خانوادم راحت باشن. همیشه سعی کردم اون چیزی که بیشتر از توانم هست براشون فراهم بکنم. خوشبختانه همیشه با زحمت زندگی رو سعی کردم که پشت سر بذارم، زندگی رو ادامه بدم. همیشه با زحمت سعی کردم که فراهم کنم اون چیزی که از دستم برمیاد. همیشه سعی کردم قدم خیر بردارم برای همه، قریب، خود، آشنا، دوست. اون کاری که از دستم برمیاد برای همه انجام میدم، حتی اگر که دشمنم باشه. البته دشمنم باشه یه خورده چخان کردم، چخان نکردم. خداییش من مثل شیر میمونم، خیلی زود میجوشم، خیلی زودم خنک میشم. شاید هم این اخلاقم خوب نباشه، خیلی زود ممکن از یه چیزی عصبانی بشم ولی خیلی زودم عصبانیتم فروکش میکنه. تو زندگی هر کسی یه سرنوشتی داره. سرنوشت منم این بوده که با همسر خوبی مثل مدینه ازدواج کنم، بچه‌های خوبی مثل هیراد میلاد داشته باشم، مادر خوبی داشته باشم، برادرم نادر، بهنام، خواهرام فریبا، نازیلا، تلان، تمام فامیل رو براشون به نسبت نزدیکی احترام قائل هستم، دوستشون دارم. دوست دارم که همیشه همگی دور هم باشیم. دوست دارم همیشه همگی با هم دیگه در صلح و آرامش با خوشی زندگی رو سپری کنیم بریم. 50 سال از زندگی من گذشت. این 50 سال خوشبختانه ثمره‌اش رو دیدم. ثمره این 50 سال زندگی که تا الان کردم 2 تا دونه بچه خوب هستش، یه زن خوب هستش، بعد البته یه سگ خوب هم داریم اسمش تایسنه که اینجا هستش. از این 50 سالی که گذشت میتونم بگم که راضی هستم، راضی بودم و همیشه خدا رو شکر میکنم که محتاج کسی نبودم. سختی داشتم، روزای به قول کانادایی‌ها رینی دای داشتم، روزای خوب داشتم، روزای بد داشتم، ولی خداوند هیچ وقت نذاشته که در بمونه. به موی رسیدم ولی چی نشدم، نپاکیدم یا پاره نشدم. خیلی ها هستن که ممکنه 70 سالشون باشه، 60 سالشون باشه، خونه آنچنانی داشته باشن، ویلا داشته باشن، نمیدونم ماشین آنچنانی داشته باشن، سفرهای آنچنانی برن، ولی از زندگیشون راضی نباشن، از بچه هاشون راضی نباشن، بچه هاشون ازشون راضی نباشن. زندگیشون به نظر من بیهوده بوده، بیهوده طلب شده، بیهوده از بین رفته و مطمئنا یه جایی رو اشتباه رفتن، یک جایی رو اشتباه رفتن. اگر کسی بچهش خوب نشده، اگر کسی مشکلی داره، مطمئنا یه جایی رو اشتباه رفته. چند روز پیش به دوست عزیزم سهراب میگفتم که یه بیزنس پلن میلاد برام درست کرده که وقتی که به یه دونه وکیل که من 20 ساله میشناسمش نشون دادم، تحسینش کرد. وقتی که این رو تحسین کرد، من یعنی
واقعا تو پوست خودم نمی گنجیدم. یا هیراد وقتی که میبینم کمپانی خودش رو داره، چند نفر براش کار میکنن، خودش هم خیلی زحمت میکشه. چند روز پیش اومد و یه دونه کولر برای ما وصل کرد و باعث آرامش جسمی ما میشه. حالا این کولر هوا رو خنک میکنه، ولی آرامش روحیش خیلی برام مهمتر هستش. که وقتی که میبینم پسرم زحمت میکشه، میاد میره خودش میخره میاره، کارگرش رو میاره نصب میکنه و میخواد آسایش من و مادرش رو فراهم بکنه، توی 50 سال واقعا برگردیم عقب ببینیم که چه کار کردیم، ببینیم که آیا 50 سالی که گذشت چه کار کردیم. یک نفر پیدا بشه بگه که من بهش بدی کردم. تنها اشتباه من تو زندگی یه شراکت بود که با پسرموی عزیزم ناصر خان انجام دادم، که اونم خدا وکیلی اون چیزی که از دست من خانوادم برمیومد انجام دادیم و الان با گذشت 10 سال هنوزم ما تونش رو داریم پس میدیم. ولی همیشه هر کاری از دستم برای هر کسی بر اومده انجام دادم، برای هر کسی، از فامیل نزدیکم بگیر تا خیلی قریبه ترا. همیشه سعی کردم راهنمایی درست بکنم. اونی که به نظر خودم اومده، شایدم راهنماییم اشتباه بوده، شایدم اون چیزی که به نظر خودم میومده همیشه اگر دیدم خوبه سعی کردم برای دیگرانم به دیگرانم بگم. ولی خب میگم که ممکنه اشتباه فکر میکردم یا مثلا اشتباه برداشت میکردم، به نظر خودم درست میومده. خوشبختانه میدونم که مورد علاقه اکثر اعضای فامیلم هستن، با هیچ کدومشون مشکل ندارم الحمدلله. میدونم اونایی که واقعا منو میشناسن قلبا دوستم دارن. میدونم که خانمم قلبا جانن منو دوست داره. میدونم خانواده خانمم منو واقعا دوست دارن، احترام میذارن، چون همیشه متقابل بوده. منم همیشه به خانواده خانمم عین خانواده خودم نگاه کردم. مادر خانمم مثل مادرم بوده، خواهر خانمم مثل خواهرم بوده، برادر خانمم مثل برادرم بوده. شاید تو بعضی از مواقع نزدیکترم بودیم. شاید مثلا من با برادر خانمم سعید با بهنام که حدود 30 ساله که زیاد همدیگر رو ندیدیم نزدیکتر باشه. نادر برادر بزرگم خدا وکیلی همیشه محبت داشته، همیشه سعی کرده که اون کاری که از دستش بر بیاد برای هر کسی انجام بده. من که حالا برادرش بودم. اومدن ما به کانادا واقعا نادر و سلمه خیلی دخیل بودن در اومدن ما به کانادا. موفقیت بچه هامو مدیون تربیت و فداکاری خانمم میدونم. موفقیت بچه هامو مدیون این میدونم که نونی که خوردن به قول
خودمونی نون حلال بوده، نون زحمت بوده، مال مردم خوری نبوده. به قول اینجا یا اسکمر نبوده، کلا سر کسی نذاشتیم. به خاطر همین الحمدلله بچه همون موفق هستن. امیدوارم که بچه همونم مثل ما، مثل من و مامانشون، 2 تا بچه خوب گیرشون بیاد، 2 تا 3 تا. هیرات که مثل که تصمیم داره 4 تا بچه گیرش بیاد. البته کار خوبی میکنه. من حداقل 4 تا بچه میخواستم، شاید هم 5 تا، ولی 6 تا خب دیگه ردیفه دیگه. 6 تا باشه اوکی هستی، هر روز خونه یکیش هستی، روز جمعه هم خونه خودت هستی. البته شوخی بودی. یه روزی میشینیم به این فیلم نگاه میکنیم و شاید جالب باشه، ولی من تو این چند روز از پریروز که متوجه شدم که یه جورایی یه چیزایی به قول معروف مشکوک میزنه. فرستادن من ساعت 4 بعد از ظهر که بیام تایسن رو ببرم برای واک تو این گرما یه مقداری برام چیز بود، برام غیر طبیعی بود. منم سعی کردم که با پلنشون چیز کنم، کنار بیام. جای همتون تک تکتون اینجا سبزه. البته اینجا نه، یعنی خونه ما اینجا خونه هیراده، در ضمن اینجا خونه هیراده. چقدر آدم بایستی به خودش بباله که پسرش تو سن 26 سالگی توان اینو داشته باشه که بتونه برای خودش یه دونه خونه بچرخونه، هزینه هاشو بده. هستن کسایی که توی سنهای خیلی بالاتر ولی هیچ وقت شاید باعث افتخار پدر مادرشون نبودن. من واقعا میگم اینو از صمیم قلب اینو میگم. با گذشت 50 سال از زندگیم همیشه مادرم و قلب خودم میدونم، مدینه رو قلب خودم میدونم، بچه هامو قلب خودم میدونم. جو میدونی قلب مهمترین قسمت بدنه. نمیدونم البته پلاستیکش هم خوشحال هستم که توی 50 سالی که از عمرم گذشته بیهوده نگذشته، یعنی بیهوده تلف نشده. زود ازدواج کردم، 23 سالم بود که ازدواج کردم ولی تونستم که یه زندگی معمولی رو برای خانواده‌ام به وجود بیارم. سعی کردم که اونی که از دستم بر بیاد براشون انجام بدم. امیدوارم که همتون موفق باشید. امیدوارم که شما هم هر جشنی تو هر سنی یا هر اوکیژنی، هر مناسبتی که داشته باشید به خوبی و خوشی برگزار بشه. امیدوارم به خدا که هر کسی هر آرزویی داره به آرزوش برسه. امیدوارم به خدا که هر کسی از خانوادهش دوره هر چه زودتر به خانوادهش بپیونده. امیدوارم هر کسی هر مشکل
مالی، کاری، اداری داره حل بشه. اونی که از دست من برای هر کسی بر بیاد خدا وکیلی دریغی نداره، واقعا دریغ نداره. حالا این تایسن نمیتونه چیز کنه، نمیتونه یه پیکی به سلامتی ما بزنه. من با اجازهتون یه شات کوچولو میارم، میخوام به سلامتی شما بخورم. من این پیکو میزنم به سلامتی خانوادم، همسر عزیز و مهربون و خوشگلم، بچه های خوب و مهربون و موفقم، مادر مهربونم، خواهرام، برادرام، دوستام، فامیل، تک تکشون. میخورم به سلامتی همتون. میخورم به سلامتی که دور هم باشیم، مهربون باشیم. میخورم به سلامتی موفقیت شما. میخورم به سلامتی شما. میخورم به سلامتی رسیدن به آرزوهاتون. میخورم به سلامتی هممون. میخورم به سلامتی دوستای خوبم. خوشبختانه اینجا چند تا دونه دوست خوب داریم که واقعا دوست هستن. اسم نمیارم چون ممکنه از قلم کسی رو بندازم بعد باعث رنجش بشه، ولی توی این 20 سال که اینجا هستیم چند تا دونه تعداد انگشت شمار دوست انتخاب کردیم و همشون واقعا لطف داشتن، همشون با محبت هستن، همشون مهربونن. میخورم به سلامتی اونا، به سلامتی موفقیت اونا. سلامتیتون، قربونتون برم. انشالله که شما هم موفق باشید. انشالله که شما هم یه روزی اگر که از من بزرگترید انشالله به نصفه دوم برسید. اگر که از من کوچکترید انشالله شما هم در 50 سالگی بتونید مثل من بشینید و به بچه هاتون، به خانوادهتون، به همسرتون افتخار بکنید. بتونید همچنین با خیال راحت بدونید بچه هاتون خوشبختانه سربالایی زندگی رو دارن پشت سر میذارن و دارن به موفقیت میرسن. امیدوارم شما هم مثل من از لحاظ مالی انشاءالله که همیشه از من بهتر باشید. از لحاظ مالی من شاید واقعا چیزی ندارم، ولی از لحاظ عاطفه، از لحاظ مهربونی، از لحاظ اونی که به نظر خودم میام خداوند خیلی بهم داده. تو زندگی هیچی بدتر از اولاد بد نیست، هیچی بدتر از همسر بد نیست، هیچی بدتر از پدر مادر بد نیست، هیچی بدتر از این که خانواده خود نزدیک آدم بد باشن نیست. من خوشبختانه توی این زمینه
میتونم بگم که خیلی موفق بودم. مامان حاجی که زن بابای خدا بیامرزم هستن، باور کنید من حتی مامان حاجی رو اگر از مادرم بیشتر دوست نداشته باشم کمتر دوست ندارم. خیلی زحمت منو کشیده، خیلی دوستش دارم. امیدوارم که سعی و سالم باشه. امیدوارم که اونم با توجه به اینکه سنی ازش گذشته موفق باشه. واقعا حرف برای گفتن خیلی زیاده. یه آدم بیکار میخواد بشینه به این حرفا رو گوش کنه. به یکی از دوستان میگم که اینقدر برات حرف میزنم که خسته میشه دهنم. ولی باور کنید که این حرفایی رو که زدم از صمیم قلب بود. همتون رو دوست دارم. براتون آرزوی سلامتی میکنم. به سلامتیتون. من بایستی بیام این ویدیو رو خاموش کنم. این ویدیو یه انشالله که یادگاری از طرف ما باشه. قربونتون برم. خداحافظ. شاکرم جون، مبارک باشه تولدت. قربانت. آقا جون سلام. تولدت مبارک.